السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در مشورتی وسیع کوری که تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید، فعالیت شعبه و بخش‌ها، واحدهای ساختاری، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، رئیسان جماعت‌های دهات، کارخانه و مؤسسه‌ها و شخصان مسئول مورد تحلیل و نتیجه برداری قرار گرفت. ادامه این موضوع در گزارش نخستین برنامه. در تالار کلون مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مشورت وسیع کوری تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید که در آن معاونان رئیس شهر، رهبری دستگاه، رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، رئیسان جماعت‌های دهات، محله‌های شهر و نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک نمودند. در جلسه اساساً سه مسئله: آمادگی به دعوت بهاری جوانان، تحلیل ساحه کشاورزی و فعالیت جماعت‌های دهات، محله‌های شهر در سال 2023 مورد بررسی و وظیفه‌گذاری‌ها قرار گرفت. در جلسه مسئله کادرها بررسی گردیده گفته شد که با فرمایش وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عبدالله‌زاده کمیسریت حربی شهر تعیین گردید. از روی مسئله یکم، حسابات کمیسری حربی و کارمندان کمیسریت حربی شهر اوید با آمادگی‌ها به دعوت بهاری جوانان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شنیده شد. رئیس شهر پنجکند به رهبریت و کارمندان کمیسریت حربی شهر سپارش داد تا فعالیت را در این سمت خوب به راه مانده، کمبودی‌های جای داشته را زودتر برطرف نمایند و همکاری را با رئیسان جماعت‌های دهات و محله‌های شهر پرزور کنند. در ادامه جلسه حسابات نماینده ریاست کشاورزی شنیده شده برای آمادگی به کشت بهاری به حد ضروری ذخیره تخمی‌ها دستور داده شد. از روی مسئله سیوم، فعالیت همه رئیسان جماعت‌های دهات به طور وسیع بررسی گردیده. آنها دایر به وضع اجرای بودجت، فعالیت صاحبکاری، حفظ امنیت آذوقه‌واری، دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، ساحه کشاورزی، صنعت، ساختمان، وضع ساحه معارف و علم، تندرستی، فرهنگ، جوانان، کار با زنان و عائله، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، مراجعت‌های شهروندان حسابات دادند. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق به رئیسان جماعت‌های دهات و مسئولینی که در اساس امر رئیس شهر به جماعت‌های دهات وابسته شدند سپارش داد تا جهت پیشگیری شامل شوی اهالی به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی، اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، تعمیر مؤسسه‌های فرهنگی، تازگی محل، بنیاد صنفخانه‌های علاوگی، میدانچه‌های ورزشی، جلب ساکنان به کارهای آبادانی و سازندگی، بنیاد انشاءات‌های جشنی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تأسیس جایهای نوی کاری، پیشگیری جداشوی عائله‌ها، باز نمودن سامانه در صحیفه‌های اجتماعی، چاره‌های ضروری اندیشند. در حسابات رئیسان محله‌های شهر قید گردید که جهت سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در محله‌ها بنیاد انشاءات گوناگون با مرام ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ایرادهای جدی خویش را نسبت به فعالیت کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی و کارمندان آن بیان داشته اظهار نمود که نوابسته از تشکیل حشرهای تازگی حالا هم کمبودی‌ها در موضع‌های پرتوی جای دارد و تازگی شهر و خیابان‌ها به طلبات جوابگو نیست. با این مقصد هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه با جلب کارمندان کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، ساکنان محله‌ها، حشرها و اکسیه‌های تازگی گذرانده شود. بین اهالی به اصول خانه به خانه کارهای فهماندهی جهت تازه نگاه داشتن محلی زیست به راه مانده شود.
ба роҳбарияти муассисаи давлатии рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чароғонкунии шаҳр супориш дода шуд, то чароғонкунии ду тарафи роҳро аз даромадгоҳ то баромадгоҳи шаҳр таъмин намоянд, шиору овезаҳо нав карда шавад. раисони маҳаллаҳои шаҳр вазифадор карда шуданд, то барои роҳ надодан ба қонунвайронкунӣ дар тӯю маросим чораҳои зарурӣ андешанд. машварати кориро раиси шаҳри Панҷакент ҷамъбаст намуда, аз роҳбарони тамоми корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр даъват ба амал овард, вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян шуда иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. از جانب فدراسیای اتفاقهای کسبی مستقلی تاجیکستان با اشتراک راهبران و فعالان ساحه از جمله نمایندگان کمیته اتفاق کسبی کارخانه مشترک زرافشان مشورت آموزشی و دستوردهی پیرامون موضوع حالت و دورنمای شریکی اجتماعی با شرکت‌های ترانسمیلی برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. با ابتکار فدراسیای اتفاقهای کسبی مستقلی تاجیکستان برای تقویت بخشیدن تدبیرهای حمایه حقوق کارگران در کارخانه‌های مشترک با شرکت‌های خارجی مشورت آموزشی و دستوردهی پیرامون موضوع حالت و دورنمای شریکی اجتماعی با شرکت‌های ترانسمیلی برگزار شد. وابسته به این موضوع مهم رئیس فدراسیای اتفاقهای کسبی مستقلی تاجیکستان نعمتزاده ملکشاه، نماینده وکالتدار سازمان جهانی مهنت در شهر مسکو گوچا الکساندریا، معاون رئیس فدراسیای اتفاقهای کسبی مستقلی تاجیکستان فیضزاده اسماعیل، رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبی تاجیک متال عبدالله خالقوف و دیگران ضمن سخنرانی‌های خویش قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان، معیارهای بین المللی مهنت، توصیه‌های تشکیلات بین المللی مهنت و دیگر سندهای معیاری حقوقی را در کارخانه‌های مشترک با شرکت‌های ترانسمیلی وابسته به حفظ و بی‌خطری مهنت، نقش اتفاقهای کسبه در مکالمه اجتماعی، تطبیق عهده‌داری‌های قبول گردیده مطابق شرطنامه‌های کلکتیوی و دیگر موضوعهای مبرم همبستگی اتفاقهای کسبه را شرح و ایضاح دادند. در مشورت آموزشی معاون رئیس فدراسیای اتفاقهای کسبی مستقلی تاجیکستان فیضزاده اسماعیل پیرامون موضوع ساختار و انستیتوت‌های مکالمه اجتماعی در جمهوری تاجیکستان امکانیت و نقش اتفاقهای کسبه در مکالمه اجتماعی، سرناظر حفظ مهنت فدراسیای اتفاقهای کسبی مستقلی تاجیکستان قربانوف اکابر درباره موضوع حفظ و بی‌خطری مهنت، مسئله‌های تطبیق معیارهای قانونگذاری مهنت، رئیسان تشکیلات‌های ابتدایی اتفاق کسبی شرکت‌ها یونوسف جمشید و رئیس تشکیلات ابتدایی اتفاق کسبی یکی از شرکت‌های ترانسمیلی یونوسف جمشید، رئیس کمیته اتفاق کسبی کارخانه مشترک زرافشان فتح‌الله رستموف و دیگران به سخن برآمده اطراف موضوعهای محاکمه گردیده جهت تامین حقوقهای مهنتی اجتماعی و کفالت‌های کارمندان در شرکت‌های ترانسمیلی اندیشه و ملاحظات و پیشنهادات خویش را بیان کردند. رئیس کمیته اتفاق کسبی کارخانه مشترک زرافشان فتح‌الله رستموف اظهار نمود که ما در فعالیت خویش با شریکان خارجی مسئله همگرایی معیارهای سندهای حقوقی و شرطنامه کلکتیوی را در تنظیم شرایط مهنتی ادامه بخشیده تحکیم همکاری و یکدیگر فهمی با ماموریت نتیجه های خوب به بار آورد. با یک قطار سوال و درخواست‌های اشتراکیان مشورت متخصص کلان بیوروی تشکیلاتی بین المللی مهنت در شهر مسکو گوچا الکساندریا جواب‌های مشخص داد و همزمان تاکید نمود که شریکی اجتماعی با شرکت‌های ترانسمیلی در زمینه مکالمه،
تفاهم و همکاری‌های سازنده با کارفرمایان و منفعت جانب‌ها خواهد شد. برای احسان اتفاقهای کسبی کارخانه‌های مشترک دستور داده شد که تطبیق معیارهای بین المللی مهنت، توصیه‌های سازمان جهانی مهنت، کفالت‌های قانونی، حقوق‌های مهنتی اجتماعی کارگران، حفظ و بی‌خطری مهنت، رعایت حتمی کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، مقررات شرطنامه کلکتیوی، سندهای معیاری حقوقی از جمله اجرای قانون‌های بین المللی مربوط حقوق صنفی کارگر را که جمهوری تاجیکستان پذیرفته است، اساساً در زمینه برگزاری مکالمه‌های اجتماعی در جامعه‌های مهنتی با اشتراک شریکان خارجی مورد عمل قرار دهند. گزارش عباس همراه‌ساده و خیام جورایف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در سود شهری پنجاکند نسبت به یک نفر شهروندی که نوارهای شبکه اجتماعی را که خصوصیت تروریستی و افراطگرایی دارد تماشا می‌کرد، مرافعه سودی برگزار گردید. در مرحله نوین دولتداری ملی یکی از هدف‌های استراتژی دولت و حکومت حفظ اساس‌های ساختاری کنستیتوسیونی دولت و تحکیم دولتداری ملی به شمار می‌رود. با وجود آزادی به جوانان و امکانیت‌هایی که دولت و حکومت به ایشان فراهم آورده است، باز هم هستند نفرانی که از امکانیت‌ها استفاده نبرده و دست به خیانت می‌زنند. یکی از چنین نفران حکیموف حسنبای شادی قولویچ ساکن دهه سیرانی جماعتی دهاتی ررز می باشد. نام برده سنه 31 آگوست سال 1996 در ناحیه عینی به دنیا آمده است. مجرد موقتا بیکار است. او با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که جوابگری جنایتی را برای اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی دینی یا دیگر تشکیلاتی که نسبت آن از جانب سود قرار اعتبار قانونی پیدا کرده درباره برهم دادن یا منع فعالیتش بنابر سبب به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی قبول شده است. اینچنین مساعدت کردن به فعالیت آنها با استفاده از واسطه‌های اخباری عامه، شبکه‌های اینترنت و یا با طرز دیگر پیش بینی نموده است عیبدار دانسته می شود. سودی حکیموف حسنبای در طالوری سودی شهری پنجاکند تحت رئیس کننده سودیا ایساقزاده ظفر با کاتب مجلس سودی ایساقزاده جسور، یاردمچی پروکرور شهری پنجاکند حکیموف سامان و ادوکات اسکندر و محبت دایر گردید. عیبدار شونده حسنبای حکیموف زمانی در مهاجرت مهنتی قرار داشتن نیز توسط شبکه‌های اجتماعی هر گونه ویدیوهای مربوط به رویه‌های سلفیه و وهابیه را تماشا نموده برای پهن نمودن آن مساعدت نموده است. پس از برگشتن به وطن به شهری پنجاکند برای کار آمده و موقتا آنجا زندگی می نماید که از جانب مقامات میلیتسیت در اینجا دستگیر کرده شده است. پس از پرسش عیبدار شونده و شاهدان سود چنین حکم کرد. حکیموف حسنبای شادقلویچ با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده با این ماده جزا در نمود محروم ساختن از آزادی با مهلتی 5 سال و 6 ماه با نگاه داشتن در کلانه اصلاحی دارای نظام پرزور تعیین کرده شد. سرشبه موردی ادای جزا نسبت حکیموف حسنبای شادقلویچ از 22 اکتبر سال 2023 به حساب گرفته شد. چاره پیشگیری نسبت حکیموف حسنبای شادقلویچ نگاه داشتن در حبس بی‌تغییر مانده شد. دلیل شایع یک عدد تلفن موبیلی تنگی ویوو در دفترخانه سود شهر پنجاکند نگاه داشته شده است. پس از اعتبار قانونی پیدا کردن حکم مذکور خاطره‌اش تازه کرده با محکوم شده حکیموف حسنبای شادقلویچ برگردانده شد. حکیموف حسنبای از عملی خویش پشیمان بوده و از جوانان خواهش میکند که سیاست پیش گرفته سروری دولت را سرمشق کاری خویش دانسته برای آبادی دیار تلاش نمایند. پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز رحمان که بر همه جوان‌های امروز که برای پیشروی آبادی وطن عزیز خود که صادقانه خدمت کنند، همچنین جوان خود آینده زندگی آینده وطن را میخوان آبادانی پیشرویش را از زمین گرفته و از همین کردار و رفتاری که خود نافهمیده استفاده بردم صدقا پشیمانی خودم را اظهار کرده. خودم را به نظر
پس از دیدن نتیجه عملی حکیم و فسانبوی باوری داریم که جوانان کشور شبکه‌های اجتماعی را درست و به منفعت خود استفاده خواهند کرد و همیشه برای حمایت دولت و ملت آماده خواهند بود، زیرا حمایت دولت قرض شهروندی هر یک جوان مرد است. گزارش مرتبه رحمان و وش حسین صالحов. با فرارسی فصل سرما بیماری زکام در بین خردسالان و کلانسالان اوج میگیرد. همصحبتی برنامه اطلاعاتی پیغام طبیب عائلوی مرکز سلامتی غفورов عزت‌الله چنین اندیشه‌هایش را بیان نمود. بیماری زکام در همه سن سال وا می‌خورد. از جمله در کودکان بسیارتر وا می‌خورد. زکام توسط راه‌های قطروی و هوایی از یک شخص به شخص دیگر می‌گذرد، توسط سلفه‌زنی، عطسه‌زنی و توسط معاشرت و غیره ها. زکام با علامت‌های زیرین شروع می‌شود، یعنی با سرشوی تب لرزه، بلند شدن حرارت بدن، درد گلو، آبروی از بینی، از چشمان، خارش گلو و بینی، درد سر، بیمه‌داری، درد مشک‌ها، درد تمام اعضای بدن، مانده شوی، سستی عمومی بدن. در کودکان نسبت به شخصان کلانسال زکام وزنین‌تر می‌گذرد، چون که مسئولیت بدن کودکان نسبت مسئولیت بدن کلانسالان فرق دارد. از جمله که از سیمپتوم‌های فرق کننده زکام که آبروی از بینی است، در کودکان از سبب خرد بودن سوراخ‌های بینی و تنگ شدن لابردهای بینی، نفس تنگی در کودکان بیشتر مشاهده کرده می شود. زکام می تواند به عریضه‌های وزنین آورده رساند. گرچند با سخن زکام گفتن آسان است، لیکن زکام از همه بیماری وزنین و عریضه‌های خطرآور را در خود دارد. توابط زکام چنین است: از روزهای اول سرشوی زکام هر شخص باید از واسطه‌های محافظتی انفرادی استفاده برد، مثلا استفاده نقاب‌های یک کرته شخصی، از محلول‌های آنتیسپتیکی برای بی‌ضرر گرداندن دستان، معاشرت بین همدیگر، رعایت نمودن مسافه بین هنگام معاشرت. از روزهای اول سرشوی زکام شخص باید از نوشابه زیاد گرم استفاده برد. اگر آبروی از بینی باشد، افشاندن بینی. اگر در شخص سلفه‌زنی دیده شود، موادهای ضد سلفوی استفاده برد. غیر از این برای کم کردن ورم لابردهای بینی و گلو، موادهای ضد آلرژی یا اینکه موادهای ضد هیستامینی آلرژی استفاده برده می شود. کودکانی که به بیماری زکام گرفتار شدند، برای بهتر کردن نفسکشی از داروهای قطروی بینیگی استفاده برند و کودکان نوشابه زیاد نوشانند. از پیدا شدن عریضه‌های بدی گریپ یا اینکه زکام دوری جویند. اگر زکام از 3 روز زیاد دوام کند و عریضه داشته باشد، حتما به دکتران مراجعت کردن شخص ضرور است. مردم شهر پنجکند مراجعت کرده میگویم که هنگام گرفتار شدن به بیماری‌های ویروسی یعنی زکام خود را محافظت کنند، از موادهای آنتیسپتیکی و نقاب‌های شخصی یک کرده استفاده برند، در جای‌های جمعیتی کمتر گردند، تیزتر به دکتران مراجعت نمایند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. مسئله به تنظیم در آوردن حرکت واسطه‌های نقلیات در خیابان و کوچه‌های مرکزی شهر تحت نظارت و کارهای ترغیباتی مقامات دخلدار قرار دارد. با مقصد اجرای دستور سفارش‌های راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جهت پیشگیری تنبشوی در کوچه‌های مرکزی، رعایت قاعده‌های حرکت در راه، تامین بی‌خطری مسافرکشانی، رعایت نکردن توقفگاه‌ها، خط حرکت و دیگر مقررات قانونی، گروه کاری با صلاحیت تدبیرهای نظارتی و کارهای ترغیباتی را در این روند ادامه بخشیدند. از طرف نمایندگان مقامات اجرایی
محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن، شعبچه بازرسی دولتی افطانبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن، میلیسه اکولوژی، خدمات دولتی منطقوی تنظیم و نظارت در ساحه نقلیات، مؤسسه دولتی نقلیات افطانبیلی و خدمات رسانی لوجستیکی در ولایت سوخت، کارخانه فرعی دولتی خوجگی منزلی کمونالی و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه سبب و عامل‌های تنبشوی، رعایت نکردن قانون و قرارهای قبول شده، قاعده‌های حرکت در راه، سرعت بلند، توقف نکردن در ایستگاه‌های معین گردیده، ایجاد کردن مانع‌های خطرناک با اشتراک رانندگان، مخصوصاً رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی، نداشتن راهخط، معاینه تکنیکی، سندهای ضروری پیش بینی شده و دیگر عمل‌های غیرقانونی را آشکار نمودند. مورد ذکر است که نمایندگان مسئول خدمات دولتی منطقوی تنظیم و نظارت در ساحه نقلیات، مؤسسه دولتی نقلیات افطانبیلی و خدمات رسانی لوجستیکی در ولایت سوخت اندیشه و ملاحظات خویش را چنین بیان کردند. سردار شعبه ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات منطقه زرافشان شراف فولمجان احمدویچ درباره تنبشوی در واسطه نقلیات در شهر پنجکن ما در اساس قرار رئیس شهر پنجکن تحت رقم 101 از 10 مارس 2023 سال نقشه چهاربینی تصدیق کردیم. در این نقشه چهاربینی ما با کارمندان میلیسه اکولوژی و بازرسی دولتی افطانبیلی شهر پنجکن با مؤسسه دولتی نقلیات افطانبیلی خدمات رسانی لوجستیکی یک جمله کارهای به انجام رساندیم و در اساس همین ما همه روزه در مرکز شهر پنجکن فعالیت خود را میبریم. اوید تنبشوی واسطه نقلیات و توقف نکردن در جای ایستگاه‌ها درباره همین در راننده ها کارهای فرماندهی میبریم و اوید خواهرانکنی ماموری آشکار گردیده ما پروتکل های خواهرانکنی ماموری ترتیب میدیم. من سردار مؤسسه شعبه مؤسسه دولتی نقلیات افطانبیلی خدمات رسانی لوجستیکی در منطقه زرافشان رحمانقل خوبجو. وظیفه اساسی ما این است که در ناحیه پنجکن همگی در منطقه زرافشان سه بعضی تکنولوژی وجود دارد، از آن جمله یک بعضی دوران جمعیت سهامی دوران، بعضی جمعیت سهامی بارکشان و در ناحیه عینی جمعیت سهامی قاسم جان. این اساسی وظیفه ما برای همین مؤسسه برای که تمام خط‌سیرایی که اونا وابسته شده است همون رو خط‌سیرها رو که شهادتنامه رو درست کرده با راه ماندن همین کار. خب از طرف مؤسسه شما کمبودی هم آشکار شدگی؟ از طرف مؤسسه ما کمبودی آشکار شده هم که برای که تنبشوی واسطه نقلیات که امروز که از طرف قرار رئیس شهر که تصدیق رقم 101 از ماه مارس و تصمیم شده است، برای همین ما تمام خسائرها در اساس قرار رئیس شهر برای تنبه نشدن و جاهای معین کرده شده و واسطه کردن خسائرها رو باید تاکید کرد که رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی نیز این تدبیر را به منفعت همگان معنیداد کردند. ایستگاه داریم از روی نوبت من باید سر میتونم من رحمت به گیاه که گیاه هستند لیسنزیا هست همه وقت ما را طرف این نظارت هست؟ نظارت هست 100%. من تصور کنید ببینید کوچه‌ها و ماشین‌ها چقدر فریادهای نقص هست. من شما راننده چی باید کرد که همین تنبشویه در پنجکن ما در شهر کم کنیم؟ من نظارت کرده اساساً نشانی گایی لیسنزیا و خودی شوفرها هم همچون راننده شما چی میگید؟ ما همچون راننده طرفداری همون گفته شما همین استفاده می‌کنیم. شخصا نقلیات شما در کجا می‌ایستد؟ در وانی چیه؟ بازار هما. بازار هما می‌ایستد از همونجا از روی نوبت سر می‌تید یک تا می‌بینم به خط سر آدمای میگیرن و به همون مسافرهای به جایشان میرسونن. همین طلبات شما رعایت می‌کنید؟ رعایت کرده ایستادیم. از روی اطلاع سرداری شعبچه بازرسی دولتی افطانبیلی شعبه وزارت
کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن عطا خواجه‌زاده ظهور در جریان فعالیت مشترک گروه کاری در یک روز نسبت به 90 نفر رانندگان پروتکل‌های حقوق ویرانکنی معمولی ترتیب داده شد. او تاکید کرد که دوام دهه اول ماه ینور کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر پنجکن در همبستگی با دیگر مقامات دختر 750 قانونشکنی‌های مربوط راه نقلیات را آشکار ساخته تصمیم گرفتند که برای پیشگیری و کاهش دادن حادثه‌های ناخوش در این سمت با گسترش کارهای ترغیباتی و معرفتی، نصب اعلان‌های آگاهی کننده، برگزاری سنجش‌های مشترک و نظارتی تدبیرهای هدفناک را با موفقیت ادامه می‌بخشند. گزارش عباس همراس‌زاده و شاهحسین صالحی. بینندگان گرامی، اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.